ҳамҷоёрон азиз салому алайкум. имрӯз 21 ноябри соли 2024 қарор дорем дар ҷамоат деҳати Семиганҷ, деҳаи фириштӣ ва омадем маслиҳат ва акамшон. Акам салому алайкум. Салому алайкум. Номи акам чӣ будан? Ҳоҷи Абдухалил. Ҳоҷи Абдухалил. Ассалому алайкум. Омадем ки маслиҳат кунем ки ҳар ҷо манам ҷои холӣ мехоҳанд истифода баранд, ҷои санглохро дидида. ҳоҷи бо ҷои ҳам санглохо ҳам мегӯянд шумо? Манам ҷо чӣ кардам мекунед? اینجا پیسته میشونیم خدا خواهد ها. در این سنگلاخ پیسته بهترین میشد. اینجا حوض ماهی داره شما؟ اینجا حوض ماهی. آفرین. امور کاست و پیت کارپ. امور؟ یک نمود کارپ دیگه و یا پوست جبریل کدایی سویدن چوی اکواریوم باز کن. همون خیلی چیزای گرد به سردگی. رد اینتریس و کامونتور سکیله کامون میشد میگه. خدا خواهد برای زیاد کردن نوع و زیاد کردن سورت و پیش بردی همین ماهی پروری درست؟ بو هم خیلی حوض دیگه داره ده؟ بو یک دیگه میدانچه هست. انا همدوران عزیز باز ما مصلحت کردیم که من اینجا زمین خالی داشتن. انا ببینید من زمین خالی انا این زمین خالی ده شاهلاف میشونیم. یونس قیم مبینش شاهلاف میشونیم. شاهلاف خیلی میدونید که چقدر چیزی زور است. من همین ما مصلحت دادیم. من این سنگلاخ خود پیسته میشونیم. چهارمغز میشونیم. جایی که آب بسیار است چهارمغز پیکان میشونیم. جایی که بلند است پیسته میشونیم. آب این کس آبتون بسیار آب هست. فقط پیسته با آبیاری کردن نمیشود. پیسته نه بساتیل آبیاری کردن میتونه 2 سال اول. هم 2 سال اول آبیاری کنه بساتیل بس. بعد دیگه آبیاری هم نکنید میشود. زمینای بالاتون خیلی چهارمغز پیکان میشونیم. او زمینی بالا رفتیم کو من بناور نگرفتم فراموش کردم. چهارمغز پیکان میشونیم. چهارمغزای تگش سنگ گفته ده؟ تگش سنگ. اونجا هم پیسته شونیم نقد چهارمغز پیکان چهارمغز چندلر میشونیم. بعد جای خاکش ده همون سبویی که سمرین که سیپیو سیوش رو کسلش دیگر جوی وایده سبوی نو برآمده نقض میشونیم. پینک لیدی اسکارلت استوری آنوره خدا خواهد. وجبو انا باش موافقت ما در خدمت شما ام ولیش. خب امون اینجا یا برتام نشانتیم جون رجان همین تشکیلات این کار امون است مرا آوردگی گوان باشد که برای مردم برای باغداری و اگرتکنیک تاجیکستان بیاد خدمت کردید. سلامت باشه. سلامت باشه. هم دوران عزیز بیرون نهایت بارون بریده شده است. اما نبینید هم چقدر تر شدیم. ما تیسر رویم در پناه خدا باشد. من هم خیلی آباد کاری ها میکنیم که تاجیکستان رو ما آباد کنیم.